ما داشتیم که اتفاقی افتاده و دوربینش رو روشونش گذاشته، مهداد کریمی عزیزه که به همت حمید عزیز هر دوتاشون این مسئولیت بر عهده گرفتن. از مهداد دعوت میکنیم که در کنار ما باشه. مرسی حسن. بیا نرو. من میخواستم که کیشی در مورد مهدی صحبت نکردش. من میخواستم بگم اینجا شبانه روز کسی که اینجا زحمت میکشه و همیشه هستش در کنار بچه ها، میخواستم اسم ببرم، اسم همه بچه ها تو ذهنم نیستش، نگاه میکنم، ولی یکی مهدی هستش که شبانه روز اینجا هستش، واقعا نمیخوابه. بهزاد جوادیان هستش، حمید هستش که شبا 4 تا 5 تا کلیپ رو سعی میکنه بیرون بده، یعنی مجبوریم که این کارو بکنیم. من فقط میخواستم همین صحبت بکنم، بعدم یه متن دارم براتون بخونم. مرسی. سپاس. دوستان، یورش به حق انسانی پناهندگان پس از نزدیک به 80 روز تحصن و اعتصاب غذا از 2 جبهه که شامل منفورترین بخش از حاکمیت وابسته به ولایت فقیه و دولت در جمهوری اسلامی و نیز از طرف اداره مهاجرت سوئد به شدت در کارزار پناهجویان است که از اولی فرار و به دومی پناه آوردند. چهره‌ای که بلندگوی تبلیغاتی و رسانه‌های رژیم در مقابل مخالفین و منتقدین خود در روزهای اخیر از خود نشان داده است، نشان و علامت از سرنوشت روشنی است که هر مخالف نظام در صورت دیپورت به ایران با آن روبرو خواهد و جای تأمل دارد که چرا مدعیان حقوق بشر نیز در اروپا در مقابل این موضع مشخص نظام اسلامی که از گلوی خبرگزاری جمهوری اسلامی، رجانیوز و کیهان درآمده تاکنون هیچ عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهند و سکوت کردند. این سبک از تلاش نظام برای منکوب مخالفین و بی‌توجهی دولت سوئد به موضع خصمانه رژیم ایران در مقابل پناهجویان ما را نه تنها در مسیری که انتخاب کرده ایم ثابت قدم‌تر می‌کند، بلکه حقانیت و اراده ما را در به زیر کشیدن رژیمی که تمام توان خود را برای سرکوب و ارعاب مردمش به کار برده است به تمام دنیا ثابت می‌کند. شکی نیست که حق زندگی و فعالیت در امنیت بخشی از خواسته‌های ماست. در کنار آن مبارزه بی‌امان خود با رژیمی جنایتکار که علت و عامل تمام مسائل و مشکلات مردم ایران است و افشاگری بی‌پرده از اقدامات غیرانسانی آن برای بقای نامبارک خود مهمترین روشی است که آن را پیش گرفته و تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه خواهیم داد و در این مسیر تمام مدافعین حقوق بشر و آزادیخواهان را به کمک می‌طلبیم. سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی. نفر بعدی منیژه گودرزی است که این روزها در اعتصاب غذا به سر میبره. میکروفون میذاریم در اختیار منیژه خانم. مرسی. به همه سلام میکنم و به نام خداوند زنده جاوید. قبل از اینکه بگویم چه میخواهم باید عنوان کنم که چرا اینجا هستم. دوستان گرامی، امروز 75 روز از تحصن ما می‌گذرد که با تمام صدا فریاد خود را به گوش جهان رساندیم. فریادی که فقط در یک کلمه اقامت خلاصه نمی شود، بلکه فریادی کم سابقه به اندازه طول زندگی همه ما دارد. فریادی بلند به بلندی دردهایمان و به بزرگی محرومیت یک ملت از حق اندیشه، حق آزادی، حق حیات و هر گونه حقوق فردی است که توسط رژیمی جنایتکار آنچنان از ما گرفته که حتی مدعیان حقوق بشر هم از کنار آن محافظه‌کارانه عبور. آسمان هم صدای ما را شنید و بغض‌آلود شد. بزرگی است که اشک می‌ریزد. نفر بعدی علیرضای عزیز، علیرضای شریفی که در شفیع زاده تقصیر ما از پیش شد. Salam. Hej allihopa, tack för att ni kom. Jag heter Alireza Shafizadeh, har bott i Sverige 2 år. Vi som hungerstrejkar här idag har varit politiska aktivister som kämpat mot den diktatoriska regimen i Iran. Vi som hungerstrejkar har ingen möjlighet att återvända till Iran. I like to see Iran free of this middle-age regime. ما نسل مقاومت ایرانیم، نسلی که مبارز با خمینی جلاد و ریشه بنیاد او می‌جنگیم تا پیروزی، چه در ایران چه در خارج از ایران.
تشکر و سپاس. مرگ بر جمهوری اسلامی! علیرضا روز ششم اعتصاب غذاشه. نفر بعدی بهرام تورانیه که از روز اول اعتصاب غذای خودش رو آغاز کرده. امروز 13 روز علیرضا در اعتصاب غذاست. بفرمایید. سلام و تشکر میکنم از تمام حضار. من نمیخوام زیاد صحبت کنم، فقط میدونم که من اومدم اینجا عکس خمینی رو حقیقتش آتش بزنم، چون خیلی از جوونا تو ایران این کارو کردن، واقعا شکنجه شدن، حتی اعدام شدن یا هنوز تو زندان ها هستن. ولی الان یه عکس خیلی زیبا و برازنده خمینی رو من اینجا انتخاب کردم، میخوام این کار رو انجام بدم و پشت این دوربین یا میدونم این فیلم تو یوتیوب یا هر جایی که برسه فقط میخوام نشون بدیم به این جهان که واقعا ما این رژیم رو نمیخوایم، واقعا دوست داریم سرنگون بشه. متشکرم. من بی‌وجدان نمیخواد آتیش هم بگیره. مرگ بر جمهوری اسلامی! مهد اسلامی است ترور خیلانی ایران! مرگ بر جمهوری اسلامی! سپاس از بهرام عزیز با این ایده زیباش. و نفر بعدی آقای کریم عزیزی که سالهاست اینجا در کنار پناهندگان ایرانی بوده و همچنان پناهنده هست. میکروفون رو در اختیار ایشون میذاریم که در کنارش باشه. من کریم که 9 سال در سوئد هستم میخواستم در مورد اراجیف کیهان که ما پناهندگان ایران را در سوئد ضد انقلاب و همجنسگرا و بهایی معرفی کرده و متهم می‌کند که برای گرفتن اقامت همه چیزمان را می‌فروشیم. باید بگویم که چرا به علت مهاجرت ما هیچی نگفتند. آیا بجز این است که آنها هر وقت که بخواهند مخالفان خود را هر جا اعدام کرده یا زیر شکنجه می‌کشند؟ آری، ما برای زنده ماندن و برای افشای چهره کری رژیم جمهوری اسلامی تقاضای پناهندگی کردیم. مبارک بن علی نوبت سید علی! 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 سپاس. این عکس خمینی جلاد که آتش گرفت، یه سوالی تو ذهن من هست همیشه که اگر نوبت ما بشه و قدرت بیاد و خامنه‌ای در اختیار ما باشه، یک لحظه تصور کنید خامنه‌ای در اختیار، چی کارش باید بکنیم این بشر رو؟ یعنی اگر اعدامش کنیم که این انسان‌های بسیاری رو کشته، یک دفعه میمیره و شب به این فکر کنید که این معروف بود به علی گدا، معروف بود. من فکر میکنم بهترین روشی که جنایت‌های خودش رو محاکمه کنیم اینه که برگرده به اصل خودش، مملکت ایران رو ببینه که چگونه رشد میکنه و محکومش کنیم هر روز در خیابان‌ها 10 کیلومتر راه بره، جوان‌های ایرانی رو ببینه چگونه رشد میکنن و هر روز یک مسیر جدید رو بهش بگیم. نمیدونم، این نظر من اصلا موافق اعدام کردنش نیستم، چون اگر بمیره یک دفعه مرده و تمام شده، باید هر روز بمیره و هر روز بمیره. آخرین سخنران ما مرگ بر خامنه‌ای! مرگ بر خامنه‌ای! مرگ بر خامنه‌ای! مرگ بر خامنه‌ای! آخرین سخنران ما صمد اسکندریه که در کنارش هستیم و میکروفون در اختیارش می‌ذارم. Hej, välkomna. فریاد ما پناهجویان کمپین میستر و سینتر. چون نارواست که ما را مهاجران نام نهادند، زیرا که این به معنی ترک دیار گفتگان است. اما ما به اختیار ترک وطن نگفته ایم تا وطن دیگری اختیار کنیم. نیز به سرزمینی نیامده ایم که همواره ماندگار باشیم. ما گریخته ایم، ما راندگانیم، خانه سوختگان و کشوری که ما را به خود را داده وطن ما نیست، تبعیدگاه ماست. نگران و هرچه نزدیکتر به مرزهای میهن نشسته ایم در انتظار روز بازگشت و گوش به زنگ هر تغییر کوچک از آن سوی مرز
با بیتابی از هر تازه واردی پرسش ها می کنیم، بیان که چیزی را فراموش کنیم یا از خواسته بگذاریم یا از آنچه رخ داده چیزکی ببخشاییم. هرگز سکوت ساعتها فریب من نمیدهد، زیرا زجرها از زندانهای دوردست برمیخیزد. ما خود نیز جز ناله هایی نیستیم که اشرار تبهکاری ها را به این سوی مرز آوردیم. هر یک از ما با پاافرازی در میان مردم ظاهر می شود و ننگی را آشکار می کند که امروز ما را آلوده کرده است. اما هیچ یک از ما اینجا نخواهد ماند. هموطنان و دوستان و آزاداندیشان، بشنوید فریاد ما پناهندگان که سالهاست در این کشور متحمل انواع و اقسام سختی ها و مشکلات بوده. بشنوید فریاد پناهندگانی را که سالیان متمادی در اضطراب و استرس و در انتظار کشنده و اسفبار به سر میبرند که گاهی انتظار 10 سال و شاید هم بیشتر به طول انجامد. ای هموطنان، ای نویسندگان، ای شاعران و ای آزاداندیشان و ای هنرمندان، بنویسید دردهای ما را، بسرایید رنجهای ما را و بخوانید بیپناهی و غربت ما را که اینک بیش از هر زمان دیگری به یاری و همراهی شما نیاز داریم. ای وکلا و ای حقوقدانان، شمایی که به قوانین آشنا و آگاهید، ما را در احقاق حق خود یاری کنید، چرا که برخی از قوانین به درستی رعایت و اجرا نمی گردد. آیا صدای خرد شدن استخوان‌های ما و عزیزانمان را زیر چرخ‌های ماشین‌های قانونی و غیر قانونی این شهر نمی‌شنوید؟ ای یاران، ای آشنایان و ای هموطنان، ما از ستم‌های نظام استبدادی و حکومت ارتجاع و جنایت پیشه جمهوری اسلامی ایران به این کشور پناه آورده‌ایم. نگذارید در این کشور هم مورد ظلم چندان قرار بگیریم. آیا پناهندگان بی پناه نیاز به حمایت و پشتیبانی و دفاع ندارند؟ حتما باید چوبه دار و اعدام و تحسن و اعتصاب برا باشد تا شاید کمپینی تشکیل شود و دفاعی شکل گیرد. چرا برای نجات صدها پناهنده اقدامی اساسی صورت نمیگیرد؟ من سالیان سال است که از حقوق شهروندی خود محروم بوده و فاقد امکانات اولیه زندگی هستیم. اینک که خود تصمیم به احقاق خود داریم، از تمامی سازمان‌ها و انجمن‌ها و رسانه‌های عمومی خواهشمندیم که صدای ما را به گوش مسئولین و مجریان برسانند و ما را یاری کنند و از تمام انسان‌های آزادیخواه و آزاده، به خصوص ایرانیان گرامی و فعالیان سیاسی حامی انسان‌های بی‌پناه می‌خواهیم که پیام ما را به تمام انسان‌های آزاده و به خصوص به دفتر سازمان ملل برسانند و با فشار به دولت‌ها و مجامع بین المللی خواهان روشن شدن وضع پناهندگی به خصوص بی‌پناهان سرگردان یوتیوبری سوئد شوند. در انتها ما پناهجویان از تمام انسان‌های آزادیخواه و آزاداندیش، به خصوص تمام ایرانیان عزیز و فعالین خارج از ایران که به ندای حق طلبانه و انسانی پناهندگان ایرانی در گرفتار در خاک کشور سوئد پاسخ دادن تشکر می‌کنیم. بهرام تورانی، آیدا نجفی، فریبا زاره، مهدی طاقت فرسای فرد، بابک قنبری، مهناز مصیری، منیجه گودرزی، ناصر کریمی، صمد اسکندری، لیلا طاقت فرسا، امید خدادادی، علیرضا شفیعی زاده، نشمیل فتاحی، دوستانی هستند که همچنان در اعتصاب غذا. ما این روزا تاکتیک خودمون رو عوض کردیم، دیگه به این دوستان فعلا اضافه نخواهند شد تا تاکتیک بعدیمون رو اعلام کنیم و امیدواریم که بتونیم نتیجه بگیریم. کلام خودمون رو با ترجیبندی به پایان میرسونیم و سپاسگزاری میکنیم از شما. ای غنچه خوابیده به نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز، از سردی بانگ جرس از خواب گران خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز. سپاسگزارم از همه شما که امروز در کنار ما بودید. ما همه با هم هستیم، ملت بی‌شکستیم. 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 ما همه با هم هستیم، ملت بی‌شکستیم.